گفته عمر خیام دوستان سه نوع انگر بدانی، که نانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورای خود چون همی دوستای حاضره را الکه در لابراتوار گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم، مثال زبانی میشید است، نانی میشید است، جانی میشید است. با نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه تر نگاه داره، همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمه کش بتی بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نتی. دویم دوستایی که هستن زبانی هستند. سال میاد در پیشت بسیار خودشا ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودشا بسیار شیرین میکنه، او قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان بیده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر. دوستای جانی قطعی همیشه رفته